سلام، من صدا هستم. اومدم امروز براتون یه بازی هیجان انگیز بین تیم‌های میلان و ونزیا رو براتون گزارشگری کنم. خب هفته اول ما میزبان میلان میزبانه و بازی ورزشگاه سن سیروی میلان بعد برگزار بشه. بریم به بازی اول. و امیدوارم بازی قشنگی رو تماشا کنیم. نمایی از ورزشگاه زیبای سن سیرو رو تماشا میکنیم. ورزشگاه همیشگی میلانی ها که هیچ وقت میلانی ها این ورزشگاه زیبا رو فراموش نخواهند کرد. بس کنیم میلان رو با هم تماشا میکنیم که یه حساسی در برابر تیم ونزیا دارن. رونالدو و مسی هم کنار هم تماشا میکنیم و هم نمای ورزشگاه سن سیروی میلان. اینم چهره دن بورن، کالیدو کولیبالی و اینم توپی که زیر پای کریستیانو رونالدو قرار داره. هواداره میلان از همون اول شروع میکنن، تیم میلان رو تشویق میکنن. دن بورن برای میلان صاحب توپه. کایل والکر میره واسه حمله اول و گل اول. لیونل مسی با شماره 11 امشب داره در مورد ترکیب میلان بازی میکنه و دروازه‌بان تیم ونزیا یعنی رادو توپو جمع میکنه. چویومین ضربه سر اول رو میزنه. کایل والکر، روبرت آنریش، لیونل مسی همون اول میرن واسه گل اول. کریستیانو رونالدو میلان رو به گل اول میرسونه. ورزشگاه سن سیروی میلان برای بار اول منفجر میشه. روبرت آنریش، هواداران میلان هنوز هم دارن تیم میلان رو تشویق میکنن. لیونل مسی ارسال، گل بعدی کریستیانو رونالدو داره درخشش خودش رو نشون میده تو ورزشگاه سن سیروی میلان. حالا دوباره بازیکن تیم این بار ونزیا صاحب توپن. کالیدو کولیبالی، ایسکو حمله خطرناکی رو دارن روی دروازه انجام میدن. لیونل مسی ضربه رو میتونه بزنه. مسی اجازه این کار رو ندادن به مسی. کایل والکر پاسش رو نداد. حالا حمله برای تیم ونزیا. فیلا میزنن ضربه رو. جان لویجی دوناروما توپو میگیره. چیومین از هوادارا جمع بالایی میخواد. ضربه کورنر برای تیم ونزیا. کیک پرز، سال بلند، ضربه سری که تو دستان جان لویجی دوناروما قرار میگیره. لیونل آنکارو مسی میرن واسه گل سوم میلانی ها. نیمار فضای خالی رو داره. نیمار جونیور روبرت آنریش، ارسال بلند و فوق‌العاده. لیونل مسی چه فضایی برای رونالدو میرن واسه گل بعدی. نشد که بشه. یه کورنر تقدیم برای تیم میلان. نیمار جونیور سال بلند رو انجام میده. دن بورن ضربه سرش تبدیل به گل نمیشه.
و میان واسه گل اول و جبران یک گل. بازیکن تیم ونزیا چویومین چقدر آسون توپو گرفت. حالا لیونل مسی با شماره 11 ارسال بلندش رو انجام میده و دروازه‌بان ونزیا واکنش تماشایی رو از خودش نشون میده. کایسدو اونجا نتونست کاری بکنه. باز هم هواداره میلان تشویق میکنه تیمشون رو و میگن میلان. لیونل مسی کاتش نرم بود و تبدیل به گل نشد. نیمه اول با نتیجه 2-0 به نفع تیم میزبان به پایان رسید. بریم به نیمه دوم. در بین دو نیمه تیم میلان یک تعویضی انجام داد و ایسکو از زمین بازی بیرون رفت و مهدی قائدی به جاش به ترکیب میلان اضافه شد. کیک پرز میرن واسه گل اول. موقعیت آنریش ارسال بلند برای دنبون. چه ساتی زده دنبون. مهدی قائدی فضای خالی مسی رو دید ولی پاسش نرسید به لیونل مسی. کالیدو کولیبالی، دانیل فیلا، چویومین تک زدن با تحلیلش ناموفق بود. حالا چویومین به زیر توپ میزنه. خطر رو از دروازه تیمش دور کرد. مهدی قائدی عجب سرعتی داره. این قائدی دلها، رونالدو توی دروازه، گل برای تیم میلان. البته گل به خودی ثبت شد برای میلان ولی مهم اینه که میلان قرمز پوش داره ورزشگاهو به جو همیشگیش میاره. مسی پاسش خوبه به مهدی قائدی ولی قائدی تو موقعیت آفساید قرار داشت و آفساید مهدی قائدی گرفته شد. ضربه سر رو میزنه کایل والکر. نتونست ضربه سر بزنه. حالا چویومین با ضربه سر توپو میرسونه به جان لویجی دوناروما. کایل والکر رو خوب میبینه ولی کایل والکر نتونست توپو بگیره. کایل والکر ارسال بلند، چقدرم بد ارسالو انجام داد. چویومین سرعت پاسش رو زیاد میکنه چویومین. حالا مهدی قائدی میان واسه گل بعدی. خب چند تا تعویضی میلان میخواد انجام بده که بازیکن قوی هم میخواد به زمین بازی بیاره. مهدی قائدی ارسال بلند، ضربه سر از مسی. چقدر خوب زد ضربه سرش رو لیونل آنکالو مسی. روبرت آنریش ضربه سر میزنه. کالیدو کولیبالی،
تا از چویومین 100% کارت زرد رو میگیره چویومین. نه نگرفت انگار. بله بله مربی میلان، یعنی انگار مربی میلان میخواد که بازیکن اصلیش استراحت بده. یه گل به خودی عجیب رو میزنه کالیدو کولیبالی به تیمش. ببینیم با هم چه سانتی کرد بازیکن ونزیا و ضربه سر بازیکن ونزیا که با برخورد به کالیدو کولیبالی ورزشگاه رو منفجر کرد. مربی میلان به بازیکن اصلیش استراحت میده تا برای بازی بعدی، یعنی در برابر اینتر برسن. پرتاب برای تیم میزبان. هنوز هم لولینگ روی زمینه ولی بلند میشه لولینگ. دنبورن پرتاب رو انجام میده. حسین علی ضربش رو میزنه و به بازیکن ونزیا برخورد کرد. حالا فرصت برای جیمی واردی. چویومین زیر توپ میزنه و تمام میشه بازی. یک برد ارزشمند برای میلان در هفته اول و قبل از بازی با تیم اینتر میلان. امیدوارم از این بازی جذاب و تماشای لذت برده باشید. خدا یار و نگهدار.